میشه؟ جالیزگی برای سلامتی حاضرینی معمولی قهرمان پیشکسوتان جهان و همچنین کارمند پاکدست مجلس شورای اسلامی صلوات قرار خط حتما تو بعد اینو میگفتی؟ آقا رفته کلی هزینه کرده خرج کرده حاجی شده اسمش هم نیاریم خدا رحمت کنه کلا سرشه یه بان پیچی با نزدن شله پلش کردم خدا نکنه پلیس عربستان کتک زده دیگران بخوری همین میشه حق دیگران خوردن نداره داداش بس دیگه خجالت چی چیزی گفتم زدش آبجی؟ مردم وایسادن هاش خانم فدای تو بشم خوبی؟ چی شدی تو؟ سارانیکا خوبن؟ بهدار چه نگاه کن چی شده؟ چرا بستی؟ نه چیزی نیست هما جان من تو این مراسم رمی جمرات بودم این پرتاب میکنم سنگ به خانه شیطان چی میگه؟ من رفتم جلو که سنگ قشنگ بزنم دقیق به منزل شیطان این چند تا پیرمرد پشت من وایساده بودن ضربه دستشون کم بود زورشون کم بود خواستن سنگ بزنن خانه شیطان از پشت زدن به کله من مراسم سنگ زدن مثل اینکه سنگ خورده تو سرش شیطون اصلی پس سنگ زدن نقی جون آقا با شما چی میگن اینا؟ هیچی نگران الان خوبی؟ یه ذره افقی شدم و الان ردیفم هاش خانم چه خبر؟ بابا من که نرفتم مکه به من میگه حاج خانم دیگه آدم شوهرش بره مکه مکه‌ای شده دیگه من این حاجیه رو خداحافظی کنم اومدم فدای تو بشم